رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای مردم ولایت بغلان اطمینان می‌دهد که از ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت هیچ پایگاه نظامی به پلخمری انتقال دادن نمی‌شود. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت تنها این نیست که پایگاه‌های نظامی از این ولسوالی‌ها انتقال نمی‌شود، بلکه به خاطر تامین امنیت آن نیز توجه بیشتر صورت می‌گیرد. برای مردم ولایت بغلان یک تشویش ایجاد شده بود که گویا بیس‌هایی که در اونجا وجود داره اینا انتقال میشن از مناطق دهنهوری و دندهوری و اطراف شهر پلخمری که او تصمیم از او قرار نبوده و اطمینان میدیم که نه تنهایی که او بیزا تقویه خواهد شدن بلکه ساحه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشالله پیدا میکنه. به اساس گزارش ها دو پایگاه نظامی از مناطق منگل ها و علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی به دیگر نقاط این ولایت انتقال داده می شود. این در حالی است که عبدالستار بارز والی بغلان به رادیو آزادی گفته است که قبلا در این مورد یک طرح ساخته شده بود اما زمان گذشته و آن عملی نگردیده است. از سوی هم یک قماندان پلیس محلی بغلان مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این پایگاه‌های نظامی از این مناطق انتقال یابد طالبان مسلح الولسوالی چهاردره ولایت قندوز با آسانی با ولسوالی‌های دندغوری، دهنه‌غوری و دند شهاب الدین رفت و آمد کرده می توانند. در این حال محمد ظریف عضو شورای ولایتی بغلان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت علیه مخالفین مسلح در ولایت بغلان عملیات قوی را انجام ندهد آنها به حکومت و ادارات حکومتی باور نخواهند داشت. آقای ظریف میگوید مردم آن ولایت از حکومت میخواهد تا عملیات گسترده را علیه مخالفین مسلح در آن ولایت را اندازی نماید تا مناطقی که در دست مخالفین مسلح است دوباره تحت کنترل دولت قرار گیرد.